امروز می‌خوایم فیلم جنجالی 365 روز رو بررسی کنیم. یه فیلم پر از صحنه و اتفاقای خاک بر سری. فیلم با گذشته ماسیمو شروع میشه. او پسری که از قدرتمندترین مافیای سیسیل هست. وقتی همراه پدرش روی پشت بام بندرگاه بود، شاهد معامله قاچاق شد. این معامله به تیراندازی ختم شد و پدرش کشته شد. ماسیمو هم زخمی شد، اما قبل از اینکه هوش از سرش بره، تصویر یک زن مرموز در ذهنش حک شد. این زن تبدیل به تصویری ماندگار و رویایی در ذهن ماسیمو شد. معرفی لارا. در لهستان، لارا بیل یک زن جوان و موفقه که به عنوان مدیر هتل بزرگ کار میکنه. او رابطه سردی با دوست پسرش مارتین داره. احساس میکنه در زندگی عاشقانش هیجان و توجهی وجود نداره. برای جشن تولد 29 سالگیش همراه مارتین و دوستانش تصمیم میگیره به سیسیل سفر کنه. ماسیمو که حالا رئیس مافیا شده، لارا رو در فرودگاه و بعد در ساحل میبینه و باور میکنه همون زنیه که سالها پیش در ذهنش نقش بسته بود. او تصمیم میگیره هر طور شده لارا رو مال خودش کنه. پس تصمیم شومی میگیره. یک روز لارا در حال قدم زدن و تنهاست. افراد ماسیمو او رو بیهوش میکنن و به ویلای باشکوهش میبرن. وقتی به هوش میاد، ماسیمو حقیقت رو بهش میگه: من تو رو 365 روز نگه میدارم. بهت دست نمیزنم مگر اینکه خودت بخوای. اینجا باید بگم منظورش اینه: تشنه میبرمت لب چشمه ولی بهت آب نمیدم، ولی اگه طلب کردی چه بهتر. تو باید توی این مدت عاشقم بشی. لارا در ابتدا وحشت زده، عصبانی و پر از خشم میشه و بارها تلاش به فرار میکنه. ماسیمو به لارا زندگی لوکس میده: سفر با جت شخصی، قایق‌های تفریحی، مهمانی‌های مجلل. اما همزمان چهره خشن و خطرناک مافیاییش رو هم نشون میده. در چند صحنه ماسیمو قدرتش رو به رخ میکشه و به لارا هشدار میده: کسی جرأت نزدیک شدن به او رو نداره. لارا از یک طرف حس اسارت و عصبانیت داره، از طرف دیگه نمیتونه انکار کنه که به سمت ماسیمو کشیده میشه. معلومه یک کرمی تو وجودش شکل میگیره. رابطه فیزیکی و احساسی بینشون به تدریج شکل میگیره. نقطه عطف اینجاست که لارا خودش به ماسیمو نزدیک میشه و اولین رابطهشون با رضایتش اتفاق میفته. اون هم چه رابطه‌ای نگم براتون. ماسیمو عاشق واقعی لارا میشه و بهش اجازه میده تصمیم بگیره میخواد با او بمونه یا نه. لارا کم کم وابسته میشه، حتی مارتین دوست پسر قبلی رو کاملا فراموش میکنه. در یک صحنه لارا به بهترین دوستش اولگای که اونم یه داف خفن اعتراف میکنه که به ماسیمو علاقه پیدا کرده. ماسیمو به لارا پیشنهاد ازدواج میده. او میگه با وجود اینکه مافیاست، حاضر است همه چیز رو برای او تغییر بده. لارا که حالا عمیقاً عاشقش شده، با اشک و لبخند پیشنهاد رو میپذیره. و اما پایان شوکه کننده. درست وقتی همه چیز به نظر خوش عاشقانه میاد، ماسیمو از طریق دستیارش خبردار میشه که دشمنانش نقشه‌ای علیه لارا دارن. لارا در ماشین همراه اولگا به شهر برمیگرده، اما ناگهان در تونل ارتباط ماشین با محافظها قطع میشه. فیلم با نمایی از ماشینی که وارد تونل میشه و بیرون نمیاد تموم میشه. سرنوشت لارا مبهم میمونه و همین باعث شد بیننده‌ها مشتاق قسمت دوم بشن.